مرحله شستشوی موها هستش. ما موها رو با شامپو شماره 1 میشوریم. در واقع 2 بار ما این کار رو انجام میدیم با این شامپو. حالا شامپو زیاد مهم نیست از چه برندی باشه. مرحله اول ما شستیم، یه 5 دقیقه شستیم. حالا 5 دقیقه دوم هستش. با این کارتون وقتی 2 بار میشورید مو کاملا فلساش باز میشه. روش شستشو هم به این صورت هستش که هر لایه از مو رو برمی‌دارید، به سمت خودتون طناب کشی میکنید و بعد برخلاف جهت برای اینکه هم فلسا کاملا باز شه هم مو کاملا چربیش تمیز بشه. قسمت کف سر رو حتما تمیز میشوریم تو همه قسمت ها، به خاطر اینکه قراره تا 3 روز هم حموم نرن برای تثبیت موادشون. این مرحله که تموم شد، 5 دقیقه کامل شسته شد، موها رو آب کشی میکنیم و بعد میریم برای خشک کردن موها به مقدار 80%. یه نکته دیگه هم هست که باید حتما قسمت زیر مو رو کاملا شامپو بزنید. اینا الان ببینید فقط خیسه و شامپو نخورده. اینا رو کاملا شامپو میزنید میشورید. از این قسمت هم غافل نشید. قسمت اوزون تراپیش هستیم. تمام کارهای تراپیمون قبلش این دستگاه رو میتونیم استفاده کنیم، بهتر که انجام بدیم. خب موهاشو خشک میکنیم در حدی که نم موهاش بمونه. اگر زیاد خشک شد با آبپاش دوباره نم میدیم. خیلی مواد غلیظیه، خیلی مثلا چیز نمیخواد، یکم اضافه کنید. فیلر مواد مفید. خب میزنید. ببین فاصله ریشتون همیشه حفظ کنید. میزنید. ببین خیلی غلیظه، میبینی؟ بازم فرچه من پر بود، از این کمترم میشد. به ریشه نخوره؟ نزنید، نذارید بخوره. یه نشونه میکشید دردی. دوباره اینجا ببینید قلم رو یه ذره خم میکنید، خود قلم داره شونش میکنه. ماساژش بدید با انگشت قیچی حالته اینجا. تا آخر بریم بودم اینجوری. پهلوه به سمت عقب مواد میزنم. یعنی میگیرم همه بیارم پشت سرش. شونه میکشم میروزم پشت. از جلو کلن از این قسمت به جلو همه میاد عقب. اندازه 20 دقیقه توی کاور میمونه. بعد از مواد زنی، بعد از اون 20 دقیقه موهاشون رو باز میکنیم با سشوار خشک. خب موهاشو خشک میکنیم دیگه. 20 دقیقه کاورمون رو براش گذاشتیم. موهاشو خشک میکنیم. خشکیش هم در حدی باشه که گرمش کن، در حدی باشه که خیسی مو بره، چربی مو بمونه. الان بیشترش چربیه، جذب شده. 3
فشار کشیمونه. ببین مو همچنان چربی داره ولی نه چربی شدید، حالت خیسی نداره، فقط حالت چربی داره. یعنی دست من پر از روغن نمیشه، در حد کمی چربی روی مو هستش ولی دستتو خیس نکنه. این حد فشار کافیه. چی؟ نه دیگه اصلا این کلن احیا. آبشو بگیرید بعد ماسکشو بزنید، راحت تر میاد. بس ماسکو میزنیم و 10 دقیقه ماش مونده بعدش هم بکشیم. اتمام کارمونه. فیلر هستش، هیچ صافی در واقع نباید داشته باشه، ولی این فیلر باز هم به نظر خودمون به خاطر اینکه مو رو از اون حالت خشکی در آورد 1% صافی هم باز داده. موهاش کاملا نرم و لطیف شده، اون حالت گره و اینا دیگه اصلا تو موهاش نیست.